سلام، خوش اومدین به چنل گولد کوین. قراره توی این ویدیو 0 تا 100 بازی جدید راکی رابیت رو بهتون آموزش بدیم. لینک این بازی رو توی دیسکریپشن ویدیو میذارم. علاوه بر اون میتونی توی کانال تلگراممون عضو بشی و لینک این بازی و بازی‌های دیگر رو در اختیار داشته باشی. وقتی روی لینک کلیک میکنیم و وارد برنامه میشیم، اول گزینه به این صورت میاد، استارت رو میزنیم که شما یکی از این دو گزینه رو، دختر یا پسر، انتخاب باید بکنید. ما دختر انتخاب میکنیم و استارت بازی رو میزنیم. فرق نمیکنه گیر باشه یا بوی باشه و منتظر میمونیم تا وارد بازی بشیم. مثل اینکه ارور داد، مجدد میزنیم. خب ارور داد، من میرم از طریق لینک دیگه وارد شم ببینم به چه صورت هست. خب من روی لینک جدید کلیک کردم، وارد بازی شدم. این دفعه بوی رو انتخاب میکنم، گزینه استارت رو میزنم و منتظر میمونم تا وارد صفحه اصلی بشم. این صفحه اصلی این ایردراپ جدید یا همین راکی رابیت هست. همونطور که میبینید از چندین قسمت تشکیل شده. من از بالا توضیحات رو میدم و تک تک جلو میریم. فقط یه گزینه‌ای که هست اینه که اکثر قسمت‌ها شبیه همون همستر هست که همگی نسبت بهش آشنایی داریم. خب از این قسمت سمت راست شروع میکنم. توتال ارنید که کلن امتیازات شما رو میاد نشون میده. اگه روش کلیک کنید دقیقاً توضیحاتش رو به شما میده که به چه صورت هست. قسمت بعدی میاد و در از همون حکم پروفیت توی همستر رو داره و همونطور که توی توضیحاتش میبینید میزنه مقدار سکه هایی که شما در ساعت میتونید به دست بیارید. اون قسمت اونها رو به شما نشون میده و دقیقا مثل همستر هر 3 ساعت یک بار باید بیای و چک کنی این قسمت رو تا پروفیت هات یا همون سکه هات در ساعت برات سیو بشن و از دسترست خارج نشن. قسمت بعدی اسپانسر هست که فعلا توضیح خاصی در موردش نداریم، چیزی نگفتن. در حال حاضر فرقی نمیکنه شما کدوم گزینه رو انتخاب کنید. ما همون تون کوین رو انتخاب میکنم و این قسمت هم که تعداد کوین های ما رو نشون میده و این قسمت هم که سطح و لول خودمون رو میتونیم توی این بازی ببینیم که کلیک میکنیم سطح های مختلف رو بهمون نشون میده و همینطور افراد برتر رو نشون میده که با چند سکه توی چه سطحی قرار دارن، طلایی هستن، نقره‌ای هستن، برنز هستن. رده های بعدی رو تک تک به ما نشون داده. خارج میشیم از این قسمت و میریم برای مراحل بعدی. این قسمت هم که همون قسمت تب هست که ما الان اینجا میتونیم کلیک کنیم و دقیقا مثل همستر میمونه. این قسمت که حالت انرژی داره، تعداد سکه هایی که میتونیم با تب کردن به دست بیاریم برامون نوشته. ارن هم که دیگه همگی نسبت بهش آشنایی داریم. همون قسمتی هست که شما میاین وارد برنامه‌های مختلف سوشال مدیای این بازی میشین و امتیاز به دست میارین. در از همون تسک ها و دیلی تسک ها هستن که شما میتونید با کلیک کردن و وارد شدن به این برنامه ها اون امتیازها رو به دست بیارین. الان مثلا من میزنم سابسکرایب برای چنلشون و چنل یوتیوبشون و ایکسشون و بعد میتونیم این امتیازها رو به دست بیاریم. به طور مثال الان این امتیاز اضافه شد به من و زمانی که بک بزنیم برگردیم به صفحه اصلی میاد و تمام اینها رو به ما نشون میده. دوستان یه گزینه که شاید سوال شده باشه، اینجا که نوشته 35,000 و اونجا زده توتال ارنید 40,000 40K، به خاطر اینه که این 5,000 که اینجا هست، میبینید اینی که دورش خط کشیده شدم، این به اضافه این 35,000 میشه، اونجا میشه 40,000. الان اگه من اینو دوباره تب بزنم و بریم جلو میبینید که دقیقاً همون تاثیر رو روی توتال ارن داره. و قسمت بوس هست که دیگه همگی آشنا هستین که شما میان انرژیتون رو دوباره فری میکنید. از اول برای تب زدن استفاده میکنید. مالتی تپمون هست و انرژی لیمیتمون هست که دیگه من بیشتر از این در موردشون توضیح نمیدم. مطمئناً نسبت بهش آشنایی داریم، ولی خب بذاریم بازی توضیح کلی بدم اگر کسی تا حالا حتی همستر رو بازی نکرده بدونه به چه صورت است. فول انرژی زمانی که ما کلیک کنیم روی این گزینه کانتینیو، این
این انرژی که اینجا هست، این اگر بر اثر تپ زدن ما صفرش کنیم، این برمیگرده 5000 به سرعت. و مالتی تپ هم که ببینید الان من روی این میزنم کانتینیو 2000 تا از من کسب میکنه، مالتی تپ هم افزایش پیدا میکنه. یعنی با هر تپ کردن من یه دونه گزینه بهش اضافه شده. قبلا 1 بوده، الان 2 شده. و گزینه انرژی لیمیت یعنی اون قسمتی بود که 5000 تا داشتیم. اگر من اینجا 2000 سکه بدم، اون میشه 5500 و دوباره بیام 2000 تا سکه دیگه 4000 تا سکه دیگه کسب کنم، دقیقا میشه 6000 تا و به همین ترتیب پیش میریم. میام این پایین، قسمت پایین رو خدمتتون توضیح بدم. این قسمتی که خرگوش هست، زمانی که شما روی اون کلیک کنید همین صفحه اصلی به شما نمایش خواهد داده شد. قسمت بعدی قسمت ماین هست که خودش از چندین قسمت تشکیل شده. ببینید این قسمت فایتر، کوچ و تورنمنت هست. قسمت فایتر خودش 3 تا گزینه داره. یه آپگرید هست که مربوط به همون بازی ها هست که شما میتونید بازی کنید با یه رقیب دیگه و امتیاز کسب کنید. قسمت کلایم هست که شما امتیازاتتون رو جمع آوری میکنید. به طور مثال ببینید اینجا زده بریک فست، یعنی اگر من میخوام این امتیازه رو بگیرم باید ساعتش رو نوشته اینجا 10 ساعت و 17 دقیقه دیگه باید وارد این بازی بشم تا امتیاز اینو بتونم بگیرم. میام پایین 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 این قسمت ها قطع، مثلا این بیفور بد و قبل خواب زده 2 ساعت دیگه و گزینه‌های دیگر هم میبینید. هر کدوم از اینا یه حرکتی داره که شما با دادن سکه به اون و گرفتن این امتیاز، این خرگوشتون دقیقا مثل همستر تغییر خواهد کرد. حالا من روی بریکفست کلیک میکنم، میگه شما 10 ساعت دیگه میتونید بیاید اینجا و این امتیاز رو دریافت کنید و بابتش باید این مراحل رو بگذرونید. این 2 تا گزینه رو میبینید، پیش نیازهاشو اینجا گفته به ما. و یه سری هم قفل هستن. ببینید الان من کلیک میکنم، این قفل کلا و همونطور که بهتون گفتم برای اینکه این قفل ها باز بشه نیازه که ما حتما گزینه قبل از اونها رو فعال کنیم. یعنی من باید بریکفست فعال بشه، بعد بتونم این مورنینگ اسنک رو فعال کنم، بعد لانچ ها، بعد لانچ بریک ها، بعد دینر و بعد به همین ترتیب تک تک رو پیش ببرم و جلو برم. و گزینه سومی که اینجا هست، دوباره اینجا میگه لیول اپ ویت منیجر. اگه بخواین اون منیجرتون رو بالا ببرین، بذارین ما روش کلیک کنیم، پرداخت میکنین این مبلغ سکه رو و سطح و لولتون رو بالا میبرین. باید تک تک این مراحل رو ما به ترتیب انجام بدیم و پایین بیایم تا بتونیم امتیازات کامل رو بگیریم و سطح و لولمون رو بالا ببریم. دوباره اگه بخوایم افزایش بدیم میایم و بعد از اول مجدد شروع میکنیم و سطح و لول هر کدوم رو بالا میبریم. به همین سادگی، اصلا نکته خیلی خاص و پیچیده‌ای نداره. آپگرید رو من وارد میشم که اینجا هم تست کنیم. اینجا میگه پی اند آپگرید، میگه شما این سکه رو پرداخت کنید و اینجا ببینید میگه اگه میخواین این گزینه رو شما دریافت کنید باید این کارها رو انجام بدین. اگر اشتباه نکنم تا پیش نیازهاش فعال نشه ما نمیتونیم این گزینه رو فعال کنیم و به همین ترتیب. ببین اگر من الان اینو بخوام فعال کنم باید این 2 تا گزینه رو انجام بدم تا بتونه فعال بشه و بعد از اون من تک تک این گزینه ها رو بتونم انجام بدم. خب میریم قسمت کوچ هم دقیقاً به همین صورت هست. یعنی پیش نیازهاش اینجا نوشته، میگه تاسک وارم آپ ماست، باید حتما سطح و لولتون رو 1 کنید، بالا ببرین و حالا بقیه مراحل رو پیش بریم. این برای تمام این مراحلی که گفتم سرو میکنه، یعنی ما حتما باید پیش نیازشون رو فعال کنیم تا بتونیم تک تک این مراحل رو پیش بریم. اینجا هم که میایم کلایم میکنیم دوباره به همون صورتی که خدمتتون گفتم و تورنمنت هم دقیقاً به همون سبک که بهتون گفتم. یعنی ما باید تک تک این گزینه ها رو انجام بدیم پیش نیازهاشون رو تا این مراحل فعال بشن و ما بتونیم امتیازاتمون رو دریافت کنیم. فکر نکنم چیز خیلی پیچیده‌ای باشه. در کل به همین صورته که نیاز ما مرحله قبل رو فعال کنیم تا مرحله بعد فعال بشه. اگه مرحله اولمون هم قفل بود نیازه که از قسمت تسک ها یه سری تسک ها رو ما امتیازا رو کسب کنیم تا این قفل ها برامون باز بشه. قسمت
بتل که هنوز فعال نشده. این قسمت مربوط به بازی هست. من اشتباها اون قسمت قبلی فکر کنم بهتون گفتم باید بازی کنیم تا امتیاز بگیریم. نه، باید سکه پرداخت کنیم تا اون امتیازها رو بگیریم و قفل‌ها باز بشه. اینجا مربوط به بازی که هنوز فعال نشده. فرند هم که شما میایین لینک ها رو برای دوستانتون ارسال میکنیم و هم اون شخص یه جایزه دریافت میکنه و همین که شما جایزتون رو بر اساس تون دریافت میکنید. اگر اون شخص همونجور که اینجا نوشته دارای تلگرام عادی باشه، شما این مقدار تون دریافت میکنید و اگر دارای تلگرام پرمیوم باشه، شما این مقدار تون هدیه دریافت میکنید. علاوه بر این که 5000 سکه به شما میده، 5000 سکه به امتیازات اون اضافه میکنه و اگر پرمیوم باشه 25000 سکه به شما اضافه میکنه و 25000 تا هم به اون شخصی که شما دعوت کردید. من لینک این بازی رو تو دیسکریپشن میذارم، توی کانال تلگراممونم هست. اگر دوست داشتی میتونی از طریق این لینک وارد بازی بشی. و گزینه دیگه که هست اینه که اگر ما رو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن. و ایردراپ، این گزینه ایردراپ که شما میاین کیف پولتون رو وصل میکنید به این بازی و طبق تمام ویدیوهایی که قبلا گرفتیم و تاکید کردیم سعی کنید کیف پولی باشه که شما توی اون هیچ ارزی نداشته باشید. این بالا اومده یه وایت پیپر برای شما گذاشته، یه کلیاتی از این بازی گفته و این پایین هم گفته که ما اگر اشتباه نکنم شما زمانی که دوستانتون رو دعوت کنید توی قرعه کشی شرکت میکنید و 10,000 تون بهتون جایزه داده میشه. اگر اشتباه نکنم، حالا من نخوندم این قسمت دقیقاً این جایزه برای چیه، ولی به این صورت هست که شما با دعوت دوستانتون میتونید تون دریافت کنید و جزو برنده ها باشین توی این قرعه کشی. علاوه بر اون تونهایی که بابت دعوت دوستانتون میگیرین توی قرعه کشی هم شرکت کنید که این قسمت هم که میایم انتخاب میکنیم و اتصال میدیم به کیف پولمون یا ولتمون. رابیت بیت کوین هم هست که هنوز زده سون، یعنی به زودی میاد. شما میتونید اینجا کانکت ولت رو بزنید و میبینید کامینگ سون زده، هنوز فعال نشده و اتصال پیدا کنیم به ولتتون. به همین سادگی و همین راحتی بود. نکته‌ای که هست اینه که شما به راحتی با دعوت دوستانتون میتونین توی این قرعه کشی 10,000 تای تون کوین شرکت کنین و جزو برنده ها باشین. این قسمتی که زده تون کوین، مقدار تون کوینی که شما دارین بهتون نمایش میده. فقط یه گزینه که هست، من فراموش کردم اینو خدمتتون بگم، اینه که شما زمانی که میایم و این کارت هایی که قفل هست روشون کلیک میکنید و سطح قبلیشون رو میگم، مثلا اینجا زده تاسک و اسم اون برنامه قبلی آوردی که باید فعال بشه، روی اون کلیک کنید به این صورت بهتون نشون داده میشه و دوباره میای اینجا و روی کارت قبلی کلیک میکنی و به همین صورت، یعنی به شما نشون میده که کدوم کارت باید سطح و لولش تغییر پیدا کنه و اون سطح و لول بالا بره که شما بتونید کارت های بعد از اون رو تک تک بیاین و امتیازاتش رو کسب کنین. و همین راحتیه و هیچ چیز خاصی نداره. الان ببینید مثلا من میخوام این کارت رو باز کنم، زده این کارت باید لولش 1 بشه، میام و این به این صورت نشون داده میشه و اینجا دوباره خودش این یه پیش نیاز دیگه داره. من کلیک میکنم و به همین راحتی مراحل رو پیش میریم. دوباره این میگه باید قبلش اینو فعال کنی، این یکی میگه قبلش باید دوباره قبلش رو فعال کنی و به خاطر همین من میام تک تک این کارت ها رو فعال میکنم، ارتقا میدم و به راحتی میتونم تمام کارت ها رو امتیازشون رو کسب کنم. این بود نکته که میخواستم بگم. این بود توضیحات مربوط به راکی رابیت و امیدوارم که به دردتون خورده باشه. این ایردراپ هم میتونید استارتش رو بزنید و امیدوارم که به زودی تمام زحماتتون به دلار تبدیل بشه. تا ویدیو بعدی.